تو این ویدیو میخوایم به متغیرها و معنی اونها و همچنین نکاتی که در ارتباط با تعریف متغیرها در زبان سی وجود داره اشاره بکنیم. من یک برنامه ساده اینجا دارم که حالا متغیرهایی که قرار تعریف بکنیم رو اینجا معرفی بکنیم و اگر لازم باشه اونا رو چاپ هم بکنیم با استفاده از دستور پرینتف. اول به یک سری محدودیت ها میپردازیم در رابطه با تعریف متغیرها. این توضیحات مربوط به صفحه 35 کتاب سی دنیس ریچی هست. اولین نکته این هست که متغیرها از حروف و اعداد تشکیل میشن و نکته‌ای که وجود داره اینه که شروع متغیر نمیتونه عدد باشه. شما حتما باید اول متغیر رو با حرف شروع بکنید، در غیر این صورت اون متغیر غیر مجاز خواهد بود. یعنی اگر حرف نباشه و عدد باشه غیر مجاز خواهد بود. البته از لحاظ زبانی شما اگر آندرسکور هم بذارید اول متغیر مشکل نداره، اما این رو توصیه نمیکنه کتاب، با توجه به اینکه بعضی کتابخونه ها و روتین های کتابخونه‌ای میان از اینجور نام ها استفاده میکنن، یعنی نام هایی که شروعشون با آندرلاین هست، با آندرسکور. بنابراین توصیه نمیشه شما متغیرهایی رو تعریف بکنید که شروعشون آندرسکور باشه. نکته بعدی این هست که شما بین اعضای مختلف یک متغیر میتونید چی تعریف بکنید؟ شما میتونید از آندرسکور استفاده بکنید. یعنی مثلا من اینجا یک متغیر تعریف میکنم، به فرض int name of winners، تعداد برنده ها. بینشون همونطور که میبینید من از آندرسکور استفاده میکنم و این هیچ اشکالی نداره، حتی به خوانایی اسم متغیر هم کمک میکنه. پس نکته‌ای که بود آندرسکور میشه استفاده کرد بین اعضای مختلف بخش‌های مختلف یک متغیر. نکته دوم این هست که زبان سی کیس سنسیتیو هست. یعنی چی؟ یعنی حروف بزرگ و کوچیک در نام متغیر با هم فرق دارن. یعنی مثلا اینت نام با اینت نام فرق داره. یعنی درسته که حروفشون از لحاظ حالا الفبایی شما نگاه بکنید بگید این n داره اون هم n داره اولش، ولی خب واقعیت این هست که اینها حروف بزرگ و کوچک هستند و با هم فرق دارند. پس متغیرهای متفاوتی خواهند بود و نقاط مختلفی از حافظه بهشون تخصیص داده خواهد شد. بعد نکته بعدی این هست که در متغیرهایی که شما تعریف میکنید حداقل 31 کاراکتر اول اونها مهم هست. یعنی متغیرهایی که داخل کدتون شما استفاده میکنید 31 کاراکتر اولشون مهم هست. اما اگر برای کتابخونه‌های خارجی باشه، یعنی اگر متغیر باشه که مثلا توی کتابخونه تعریف میکنید که یک برنامه دیگه بیاد از اون استفاده بکنه، در این صورت میگه که external names may be used by assemblers and loaders over which the language has no control. توسط اسمبلرها و لودرها استفاده میشه، بنابراین ممکنه کمتر از 31 کاراکتر براش مهم باشه که در واقع این عدد خیلی کمتر هست و 6 کاراکتر اول رو بعضی از
استانداردها در واقع بهش اهمیت میده. میگه the standard guarantees uniqueness only for 6 characters and a single case. پس اون 6 کاراکتر اولش هست که تضمین هست که منحصر به فرد باشه. بعد نکته بعدی این هست که کلمات کلیدی مثل if و else و int و float و دابل و اینها نمیتونه به عنوان متغیر استفاده بشه. یعنی متغیری تعریف میکنید، شما نمیتونید به فرض اسم اون رو بذارید if، چون if یک کلمه رزرو شده و کلیدی هست متعلق به خود زبان و شما نمیتونید ازش برای نامگذاری متغیر استفاده بکنید. و نکته بعدی این هست که متغیرها رو طوری تعریف بکنید که ریدبل باشن و اون مفهوم و هدف رو برسونن. یعنی مثلا شما اگر میخواین یک متغیر تعریف بکنید که نام رو از کاربر بگیره، خب اسمش رو بذارید نیم، اسمش رو نذارید مثلا my variable، چون my variable یعنی متغیر من هیچ ارتباطی با اون هدفی که ما داریم میخوایم نام کاربر رو بگیریم نداره. پس بهتر هست که وقتی متغیری رو تعریف میکنید نامگذاریش به طوری باشه که وقتی کسی کد شما رو میخونه بفهمه هدف از این تعریف متغیر چی هست. این هم از این نکته. نام‌های کوتاه مثل I و J اینها رو شما میتونید به عنوان متغیر تعریف بکنید، ولی اینها رو معمولا ما برای شمارنده های داخل حلقه های تکرار استفاده میکنیم، نه برای متغیرهای معمولی. چون اگر برای متغیرهای معمولی استفاده بکنید خب ترک کردنشون سخت هست و ممکنه فراموش بکنید به راحتی که اینها چی کار میکنن. ولی برای حلقه های تکرار که معمولا 2-3 حلقه بیشتر نیستن ما میتونیم از نام های کوتاه مثل I و J و K و غیره استفاده بکنیم و این مرسوم هم هست و هیچ مشکلی نداره. معمولا برای خوانایی کد هم مشکلی به وجود نمیاره. خب این بود نکاتی از تعریف متغیرها در زبان C.